بود اول برادران عزیزی که امروز در بازار کاروان به نهایت سهم خشون گذاشتن دستگیری کردن. برادر عزیزی ما اکای خورشید جان، اکای کرامت الله جان، اکای عوض و اکای شریف. اکای خورشید، اکای کرامت الله جان، اکای عوض، اکای خورشید که بهترین کار برای ما کردن. هزار رحمت کلان. اگر همه فیلم را تماشا کردی سوشن باز این برادرها همه ان شاء الله همجا در حضور دارن. میبینیم که چند کس میدروه، چند کس ای فیلمو با خبر میشه. اینا ایرپورت شهر دوشنبه دا اینا مونده توی اینا درآمد آه باشه چی بنا میدروه ما واسه هم ما همه کسا ان شاء الله که کوی نیست. نه رنجو موجه ما فیلم پدری چه کردن اینا دوستان عزیز یکم ای بخیر اکای مهربان اکای فرخ جان نفری که در همه پستی و بلندی دربار ما هست امروز امو رو ترک نکرد دربار ما. اینا اکای ظهور دهقان بچه. زنده باشین دوستان عزیز. دوستان باشد که باشد در برم با دل صافش در آید از درم. دوستان باشد که مهمانم شود راضی از یک برده نانم شود. ما فکر میکنیم که دوستیمون نه برای نان نه برای چیز صدقاً ادوشی دوستی کنین دوستان عزیز. سر بلند باشید. اینا رجب جان نفر که پشت اومدگیم یا جوش دگیم. اینا کب نیست چی گفتنی رجب جان؟ گفتنیم که خداوند برادر ما را سفرش سفری نکنه در کروش برار بوده. خداوند 1 میلیون کنه که دربار همه مردم است. ما را هم دستگیری کردگی با میلیون آدم را هم دستگیری کردگی. خداوند صف هم خیلی برادر را هم خیلی انسان را زیاد کنه. خداوند برادر جون کرودت برو هزار رحمت. اینا بعدیک جان خیلی اوزی اپراتور گروپ ما پوگجا انامیش دگی کنوی انامو چوراسیون دیهاتی و نقاب همیورا. چی گفتنی بعدیک جان؟ نه کجا گفتنیم که همه وقت یک جای باش سربلند باشه اکا هی خدمات همه وقت در پناهش نگاه دارد. هزار رحمت. اینا شیرالی دولت زنده باشی. خیلی برادرها بسیاری ختان میدونین. اکای رحیم جان همه در پدر اکای همه طرفه زنده باشین. گل زودر جان هزار رحمت برای اومدنت. اینا خونی جگر احسان جان. اینا هم اومدگین 200 نفر در افیر همه کسای لایکی را میزنیم بعد میدرویم حوزی نرخ نوای پلیت همه را بو میفهمیم میریم. سمکه جنگی مکو اینا دوستان عزیز ایرپورت حوزی رسی ما رسی 201 ساعتی 7 پلیود میشوه 8 میپره. اولی اکای ما گپ شو بود کنه گپ تو بود کردی حالی بود نکرده 312 نفر. اینا ایرپورت وزی همه شما داریم پیشنهاد شما میکنیم. میبینه که چه خیلی شکرانه الو انم خیلی دوست رفیقای این اکای عزیزم همراه شرالی جان اومدگی هزار رحمت کلان. این همین قدر برای یک هست. ولی سمایلود حیران میشه که همه میپره. و خدا می ندارم دوستان عزیز هزار رحمت کلان. بازی دلش با میدروین درون میبینیم که چی گفای فقط اجازت کنید رئیس ما کدوم های بازی میدروین پیشنهاد شما میکنیم. این دفعه نه کلی دروم نه هیچ همون خیلی میدروم. ساعت ها؟ ساعت چند شید؟ ساعت چنده؟ 5 نگذشت. 5 ها یا کمتر بیسیم همی هوای تو زدن. اینا بازی ریس مورا میفهمن یک از با عقل ترکیه بعدی یا بار بدرو ریسی 201 بی کو من اینجا هستن سومون ایر آغاز بیسی شون میتن بازی نه ایشون تو میتون موزی یک دقیقه نه انا سومون ایر ساعتی 7:30 پلیوت هیا
کشوده شد اینا 7:30 ایمو 7:30 پلیوتایه چند میرسید شوجا 7:30 خوی میکنه نه کشوده شد روز открытая 7:30 پلیوتای уже ساعت 5 اینا 414 نفر ایس بسین ای هوای توزا اینا میره یا برو بگو کی اینا توی میکنه برای میگریزه که نه جمشید جون برادر عزیز که در همه کار دربار ما است حضور احمد کلون این برای خدمت‌نمایشی نیست این قدر نفر اومدن اینا این برای یک هست این هر ماه ایسا به حرمت عزت های انشالله که این 5-6 تنیم قدر دوست داشته باشیم بس دیگر زیادیش در کار نیست یک 4 تا برای دوست همین دلم الفت ندارد به کمال پادشاهی به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی نه به صرف تکیه سازم نه به سایه صنوبر به تو تکیه دارم ای دوست که تو سایه خدایی خداوند روی سفید اتیت راستی ما از رحیم تو باریم برادر افتخار میکنیم که در همه پستی بلندی همراه ما هستی نکی سبب سازنده همین قدر نفر هم تو هستی هزار آمد تو ما همین نفرها خطی شناس کردید ما هر یک چیز هر یک شما اومختمی رنگ انمو زنجیری که در یکدیگر پیوست میشه کو یک تاش به یک تاش نمیشه ان شاء که همه ما سرچشمه ما اینا میای اینا نگاه کن همه در همین جای های میندار خدمت با حاجی میرسونم حاجی در نوار نغلطید هزار احمد کلون ان شاء که با دلشو صبح میبینیم 540 نفر یک از نویسه که اگه کرته غاز بگی که جخنه کرد حتما هازی کامنتاری را میخونیم که روی صفحه خودمون صفحات به خطک من اصلا نظر اومد دوستان عزیز اینجا ساعت 7:30 میپره رسیم 201 داماده دف اونجا 4 ساعت چند میشه ساعت 9 10 دمه ساعت 11 نیم ده اگر 7 نیم بپره 7:30 به وقت شنبه میپری و 5:30 به وقتی مسکو میشه زنچه 9 ده اونجا میشه 9:30 به وقت نه هاز یک 7:30 خدمت 5:30 او میشه با پلیوت خدمت حسابی 9:30 نه نیم در مسکو آوا خیر با دوستان عزیز دلش پیشنهاد میکنیم حضور احمد به هر یکی شما خداوند نگهبانتون خیر دوستان عزیز ساعت 9:30 در ایرپورت دامادی میشیم خیر